امروز استوری ارسال کردن در رابطه با افزایش ظرفیت خازن بیش از حد اون چیزی که قراره روی فن انجام بشه، که یکی از دوستان گفته بود که با افزایش ظرفیت فن خب فن میسوزه. دقیقا به همین صورت هست. حالا مهندس جداری عزیز بهتر در رابطه با موضوع سیمپیچی و الکتریکال میتونن راهنماییتون کنن. به این صورت حالا من یک مقدار شاید نتونم مثل ایشون براتون توضیح بدم، ولی این بستگی داره که وقتی که جریان کشی روی سیمپیچ استارت وجود میاد، زاویه الکتریکی تغییر میکنه و به تبع بین 10 تا 20 درجه دمای پوسته فن هم یا خود سیمپیچ هم افزایش دما داریم. اگر بخوایم در رابطه با مسئله تبریدی صحبت کنیم که چه اتفاقی میفته که لوله ساکشن ما برفک میزنه، دوستان این هستش که دمای اشباع مورد ما توی کندانسور افزایش پیدا میکنه و سرعت مورد ما بیشتر میشه. سرعت توی اپراتور هم به همین صورت رخ میده، یعنی جریان عبوری که از توی حالا لوله موین رد میشه افزایش سرعت داریم و این افزایش باعث میشه که تبخیر مورد انتهای اپراتور صورت بگیره و جایی که قرار بوده انجام بشه نشه و اون مقدار موردی که قراره توی نیمه های راه تک فاز بشه، از حالت دو فازی از اشباح در بیاد و تک فاز بشه، انتهای اپراتور انجام بشه و به سمت ساکشن حرکت کنه و در اون ساکشن شروع کنه تک فاز شدن یا تبخیر شدن. همین هم باعث میشه که انتهای نیمه انتهای اپراتور شما همیشه برفک داشته باشه، لوله ساکشن شما هم برفک داره. یک نکته خیلی مهمه و حیاتی است که دوستانی رو با کمگازی یا که چوک بودن یا همون گیر بودن روی موی اشتباه میگیرن یا که میگن ظرفیت کمپرسور شما تغییر کرده. دوستان حتما خازن دستگاه رو از نظر ظرفیت چک کنید که تعمیرکار قبلی افزایش ظرفیت نداده باشه. ممنون، سپاسگزارم.